سلام و درود عرض میکنم. دکتر غفوری هستم، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت های دندانی. کیسی که امروز میخوام باهاتون به اشتراک بذارم یه خانم جوانی هستن که بر اثر تصادف متاسفانه دندون یکشون همونطور که میبینید شکسته و قبلا هم سابقه ایمپلنت تو این ناحیه رو داشتن همونطوری که میبینید و این لبه مشخصه. و سوال اولشون این بود که آیا این دندون قابل نگهداری هست یا نه، با توجه به اینکه دندون سانترال بالا هستش و توی زیبایی اهمیت زیادی داره و هیچ چیزی دندون طبیعی نمیشه. اولین اقدام ما این بود که ببینیم آیا این دندون قابل نگهداری هست یا نه. در مورد دندون هایی که دچار شکستگی میشن، معمولا شکستگی به زیر لثه امتداد پیدا میکنه و چیزی که برای ما مهمه اینه که بتونیم اون انتهاشو آیا میتونیم در واقع بازسازی کنیم یا نه. این قسمت عمق شکستگیشونه همونطور که میبینید و من با پروب در واقع اومدم بررسی کردم که ببینم که این عمق شکستگی چقدره. اگر عمق شکستگی در حد 3 میلیمتر می بود، این درمان قابل انجام بود که این دندون رو نگه داریم با یک جراحی لثه رو برداریم، اون دندونی که اونجا هست و مدفون شده میاد بیرون و عصب کشی میتونستیم برایشون انجام بدیم و در نهایت یه دونه روکش میتونستن برای این دندون بگیرن. اما متاسفانه توی معاینات کلینیکی ما دیدیم که عمق شکستگی 5 میلیمتره و این دندون متاسفانه قابلیت نگهداری نداره. بنابراین عکس رادیوگرافیشون هم متاسفانه با این که میدیدیم ریشه مناسبی داره، اما عمق شکستگی اینقدر بود که جراحی لثه اون زیبایی که مد نظر ما بود تامین نمی‌کرد. ما داریم در مورد این دندون صحبت می‌کنیم. یه نکته‌ای داره در مورد این عکس، همین ایمپلنت که قبلا کار گذاشته شده توسط یکی دیگه از همکارمون که من نمیشناختم. میخوام بهتون بگم که توی پرانتز این که ایمپلنت به این شکل دیده میشه توی عکس شاید درست نباشه. توی این عکس به نظر میاد که مثلا وارد ریشه دندون کناری شده و ایمپلنت کجه. ما برای این دندون یه دونه CBCT درخواست کردیم. CBCT اسکن سه‌بعدی هست. همونطوری که خودت می‌دونید ما در واقع عرض استخون رو میتونیم تو نوایی که می‌خوایم ببینیم. این همون ایمپلنت کجی هست که شما می‌دیدید. الان تو این عکس متوجه میشید که کاملا صافه و کاملا فاصله داره و ایمپلنت درستی هستش. بنابراین توی عکس OPG یا این عکس‌های بزرگ زیاد کج بودن ایمپلنت ها ملاک نیست. خب همونطور که میبینید کات هایی زده شده اینجا که توی این اسلاید ها ما میتونیم عرض این کات ها رو ببینیم. مثلا بهتون میگم که در کات 72 مثلا 9 که این وسط تلقی میشه و 80 که جای ایدئال ایمپلنتمون هست، ما میتونیم بیایم بگردیم و کات 80 رو باز بکنیم و توی کات 80 ما طول مناسب استخون رو داریم اینجا و عرضش رو میتونیم نگاه بکنیم و در واقع این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم یک ایمپلنت با طول و قطر مناسب انتخاب بکنیم. همونطور که میبینید استخوان باکالی، استخوان بیرونی خیلی ضعیف هستش و نیاز به دقت فراوون داره. اگه این کار انجام نشه ممکنه مشکلات زیبایی بعدی برای بیمار ایجاد بشه. بنابراین تصمیم ما با مشورت بیماری بود که این دندون خارج بشه. همونطور که میبینید این دندون رو ما اومدیم با فورسپس یا ریشه کش خارج کردیم. در آوردن این دندون هایی که قرار ایمپلنت بشن یکم تکنیکش فرق میکنه و نباید به این لثه اطراف آسیب وارد بشه. همچنین قبل از اینکه اقدام به ایمپلنت بکنیم حتما باید وایتالیتی، یعنی اینکه این دندون های کناری بر اثر اون تروما یا ضربه‌ای که دیدن زنده هستن یا نه بررسی بشه. اینو من خاطرم رفت بهتون بگم که حتما ما اینا رو بررسی کردیم. متخصص ریشه نظر داده و خوشبختانه وایتال بودن. این مراحل خارج کردن ریشه دندون رو میبینید همونطور که مشاهده میکنید تا اینکه این ریشه دندون در میاد. این تک ریشه یا رو معمولا با حرکت روتیشن من دوست دارم که خارج بکنم. حرکت روتیشن حرکت پیچشی هست که بافت اطراف و آسیبی بهشون نمیزنه یا حداقل آسیب رو میزنه. این وضعیتی هست که ملاحظه میفرمایید و این نقطه‌ای که میبینید اینجا جای ریشه دندون بوده و اینجا جایی است که ما برای
ایمپلنت در نظر گرفتیم. همیشه نقطه ورود ایمپلنت ما اندکی پالاتالیتر هستش به دلایل بسیار زیاد. از یه وسیله به نام پارالل پین استفاده میشه. همونطور که میبینید توازی ایمپلنت آینده با دندونهای کناری چک میشه، فاصله شون چک میشه، عمق مناسب چک میشه و بعد از اینکه همه این مراحل انجام شد و پارالل پین رو میبینید جای مناسبی که باید باشه، ما در واقع دریلمون رو انجام دادیم همونطور که میبینید و در نهایت میریم سراغ ایمپلنت. اگه اسلایدش رو پیدا کنم که بله این ایمپلنته. همونطور که میبینید این ایمپلنتی که ما استفاده کردیم از نوع بگو هستش که مانت داره، مانتش آبی رنگ هستش. اینو بعداً در ادامه بر میداریم. همونطور که میبینید ایدئال هستش، موقعیت مناسبی داره. مانت همونطور که میبینید زاویه مناسب داره و این ایمپلنتی که ما برشون گذاشتیم و کاور اسکرویی که بسته شده همونطور که میبینید جای بسیار مناسب و اینکه فاصله مناسب از دندون‌های کناری و همچنین از این استخوان نازک بیرونی که من قبلا خدمتتون گفتم. این استخوان نازک بیرونی از اونجایی که تغذیه خونی مناسبی نداره، بعد از کشیدن دندون احتمال اینکه تحلیل بره تقریبا خیلی زیاد یا قطعی هستش. به همین دلیل ما میایم در واقع قبل از اینکه کار رو جمع بکنیم از پیوند استخوان در این ناحیه استفاده می‌کنیم. این پیوندی که می‌بینید در واقع میاد و یک بافت سخت بیرون این ایمپلنت برای ما درست میکنه و در نهایت از اینکه سایه ایمپلنت از ورای لثه دیده بشه جلوگیری میکنه. اگه یادتون باشه توی اسلاید اولیه که داشتم ماینر رو توضیح میدادم، همونطور که میبینید اینجا رو اگه دقت بکنید یک سایه‌ای از ایمپلنت دیده میشه که اون زیبایی کامل رو نداره. معلومه که این دندون طبیعی نیست در این ناحیه که به این میگن پینک استتیک. اما با کاری که اینجا انجام دادیم ما و پیوند کردیم، همونطور که میبینید یک لایه به ضخامت 2 الی 3 میلیمتر اینجا درست شده که این سایه ایمپلنت از ورای لثه دیده نشه و نتیجه کار بسیار زیبا باشه. بعد از اینکه این مرحله انجام شد نوبت بسته بندی یا بخیه زدنشون میرسه که توی بخیه زدن هم من از توی فرش ساکت ها همیشه از کلاکن استفاده میکنم. کلاکن یک کلاژن قابل جذب هستش که ساخت کارخانه بوتیس هستش. معمولا بخیه های اولم رو من میزنم توی دو انتها، ولی بخیه آخر اینجا من دیگه بافت ها رو آزاد نمی کنم و به هم برسونم. بعضی از همکارا دوست دارن که اینجاها 2 تا برش میزنن و این بافت رو به هم میرسونن، چون این فضای خالی که قبلا دندون بوده باید به هر طریقی پر بشه. اگه پر نشه مواد غذایی میتونه بره یا پیوند ما به بیرون بره و اینکه مواد غذایی بره داخلش و درد ممکنه بدی هم به بیمار تحمیل بکنه. برای این فلپه یعنی دو طرف زخم باید بسته بشه. حالا من کاری که میکنم و الان بیشتر از 4-5 ساله که از این ماده دارم استفاده میکنم، این بعد از بخیه‌های اولیه من در واقع کلاکن رو به داخل اونجا قرار میدم و به این صورت سیل انجام میشه. همونطور که میبینید یه سیل مناسب انجام میشه و این نتیجه نهایی جراحی ما میشه. همونطور که میبینید با 3 تا بخیه، 2 تا در انتها، 1 دونه در وسط، کلاکن اونجا قرار میگیره. همونطور که میبینید بازسازی خوب بافت اینجا شکل گرفته، یعنی یه مقداری هم اوورتر از دندون‌های همسایه کردیم که ریزوربشن یا تحلیل بعد رو جبران بکنه و در نهایت از 3 تا بخیه نایلون استفاده شده. همونطور که میبینید که فکر میکنم 5-0 بوده. در مورد اینکه این گره کجا قرار میگیره بعضی از همکارا میپرسن، هیچ فرقی نمیکنه. نظر بعضی از کتاب‌ها در گذشته این بوده که اگر روی فلپ قرار نگیره بهتره و چون میگفتن اینجا باکتری جمع میشه و زخم رو دچار عفونت میکنه. اما بخیه‌های امروزه دیگه چون از جنس نایلون هستن و مونوفیلامنت هستن امکان ویکینگ ندارن، به همین دلیل بخیه رو هر جا که دلتون میخواد بزنید. اتفاقا که نه پالوتال بزنید و نه باکال. چرا؟ چون این نایلون ها معمولا نوک تیزی دارن و نوک‌های تیز باعث ایجاد آفت و زخم و ناراحتی توی لب، گونه یا زبان میشه. ممنون از توجهتون. امیدوارم که حوصله داشته باشم و بتونم که
بازم از این ویدیوها براتون تولید بکنم. اگه نظری، نقدی، چیزی دارید که خوشحال میشم بشنوم، گرچه زیاد آدم نقد پذیری نیستم و شما رو به خدای متعال میسپارم. ارادت.